بسم الله الرحمن الرحیم. قصه مردی که داخل جنت شده است و حالا آنکه بار هم نماز نگذاریده و پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آن شهادت داده است. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه، الله از او راضی باشد، روایت است که میگوید از مردم پرسیدم مرا از مردی خبر دهید که داخل جنت شده است و حالا آنکه بار هم نماز نگذاریده است. چون مردم آن شخص را نشناختند و جواب گفتن نتوانستند، از ابو هریره رضی الله تعالی عنه پرسیدند آن مرد کیست؟ ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید آن کس شیرمردی شجاع و با غیرت بنی اشهل عمرو ابن ثابت ابن وقش می باشد. حزین میگوید به محمود ابن لبید گفتم احوال آن مرد که بار هم نماز نگذاریده داخل جنت می شود چگونه بوده است؟ گفت آن مرد است که هنگامی همراه قومش بودن هنوز اسلام نآورده بوده است و چون روزی غزوه احد می شود اسلام می آورد و شمشیر به دست همراه رسول خدا وارد میدان جنگ می شود و بعد از زد و خوردهای زیاد مجروح گشته جراحت وزنین می بردارد. راوی می گوید چون گروه از بنی عبدالاشهل شهیدانی در میدان جنگ کشته شده هم قومانشان را برای شناسایی جستجو می کنند. تصادفاً آن مرد شجاع را مجروح و زخمین می یابند و بین خود می گویند سوگند به خدا این شیرمرد شجاع خودمان است، چی چیز او را به میدان جنگ آورده باشد؟ چون وقتی همراه ما بود اسلام را انکار میکرد. سپس از خود او میپرسند ای عمرو چی چیز تو را به میدان آورد؟ آیا ناموس قومت یا رغبتت به اسلام؟ او میگوید نه ناموس قومم نه، بلکه رغبت داشتنم به اسلام مرا اینجا آورد. چون من اسلام را پذیرفته به خدا و رسولش ایمان آوردم، شمشیر گرفته همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم وارد نبرد شدم و مبارزه بردم تا اینکه چنین جراحت برداشتم. در همین گفتگوزارها هستند که چند لحظه پس آن شیرمرد روی دستان هم قومانش جان به جان آفرین می سپارد. چون سرگذشت امر را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم می رسانند می فرماید البته او از اهل جنت است. 101 قصه از حیات پیامبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.